گیلان، کجا بریم؟ اگه این چند تا لوکیشنی که الان بهت میگم و سیو نکنی و نری عجیب ترین طبیعت های ایران رو از دست میدی. این گلای خوشگل بنفش هستید، بهترین لوکیشنش و بهترین زمانش همین الان. Başkan koymayın şaşma. Arman koymaydı, söğütçü diyor. Bak Kasım'a bakın. Kasım zırt elip çıkacak. جدا از اینکه به هر جایی که میرسن آتیش درست میکنه و دیگه اونجا تا سالها دیگه از اونجا علف رشد نمیکنه اینجا رو ببین. آخه این چه کاری؟ جاذبه جدید معرفی نکنیم. دوست عزیز طبیعتگرد، کوهنورد، بلاگر عزیز، اگر به جایی سفر کردید، به آبشاری رفتید، به دشتی رفتید که زیباست، لطفاً نه معرفیش کنید نه لوکیشن بزنید. چرا که ما هنوز مسئولان سفر کردن رو یاد نگرفتیم. ما ابتدایی ترین چیزها برای سفر کردن رو نیاموختیم. آموزش ندیدیم که آتیش تو طبیعت روشن نکنیم. آموزش ندیدیم که صدای باند ما تا فرسنگ ها اونورتر نره. آموزش ندیدیم که زباله ها اون برگردیم. پس معرفی کردن جاذبه جدید چیزی جز آسیب نیست. معرفی کردن جاذبه جدید چیزی میشه مثل آبشار آهکی تو سوادکوه، میشه دشت دریاسر تو شهسوار، میشه سلانسر گیلان، میشه غار دربندشی در استان گیلان. لطفاً خواهشاً جاذبه های جدید رو نه لوکیشن بزنید نه معرفی کنید تا حداقل آسیب رو اینجوری کمتر کنید. دم همتون گرم.